سلام و درود بینندگان عزیز. در برنامه اخبار آزادی خبرگزاری‌های روزی 15 سپتامبر را خلاصه می‌کنیم. من مومین احمدی برنامه را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پیش می‌برم. در برنامه این گزارش‌ها را داریم. 4 ساکنین محله دروازه دوشنبه که در دایره پرونده یزدغلامی‌ها بازداشت شده بودند از محبس یاوان رها گردیدند. ساکنان دوشنبه میگویند با آنها جبر شده است و شرکت جورا تاکسی به سبب نرخ را بالا برده است. کمی سینتیا و یک کارم تو خانه را وای کردم اول 12 سال می‌بود 20 مشته. لاتریا یا دامی بلاگران صدها کاربر شبکه‌های اجتماعی به بلاگران باور کرده در بازی‌های اینترنتی اشتراک کردند ولی فریب خوردند. ولی برنامه را با خبری از سفر کاری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به قطر شروع می‌کنیم. روز 15 سپتامبر در فرودگاه بین المللی دوحه رهبر تاجیکستان را معاون سروزیر وزیر مدافع دولت قطر شیخ سعود ابن عبدالرحمن آل ثانی و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. امروز در قطر ملاقات سران کشورها دایر می شود که در مرکز بحث‌های آن حمله هفته گذشته اسرائیل بر رهبران جنبش حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا همچون سازمان تروریستی شناخته می شود قرار خواهد گرفت. دولت قطر امیدوار است که ممالک عرب و اسلامی موقع مشترک اختیار نموده اسرائیل را به نرمش در منطقه غزه وادار می‌کنند. قطر میانه‌رو در مذاکرات اسرائیل با حماس بوده تلاش دارد که دو جانب را با آتش بس در غزه مایل کند. مذهبداران قطری میگویند حتی بعد حمله اسرائیل به دوحه آنها آمادند میانه‌روی در سازش آتش بس بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را ادامه دهند. گزارش مفصلی رادیو آزادی در نشست قطر در برنامه‌های بعدی ما پیشکش خواهد شد. 4 ساکنین محله دروازه شهر دوشنبه که در دایره پرونده یزدغلامی‌ها در حبس بودند از زندان یاوان رها شدند. آنها از جمله 20 نفر یزدغلامی‌های ساکن دوشنبه بودند که بهار امسال با اتهام افراطگرایی بازداشت شده بودند. در 2 سال اخیر مقامات بیش از 50 ساکن جماعت یزدغلام ناحیه ونج و نزدیکان آنها را در دوشنبه با گمان عضویت در سازمان‌های افراطی از جمله همکاری با گروه ممنوع انصارالله در افغانستان بازداشت کرده بودند. یکی از پیوندان آزاد شده ها روز 15 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت رها شده ها پیرو مستف، شیردل دولتف، معروف شریفف و نیاز محمد مراد هستند که تنها برای خبر ندادن از جنایت زندانی شده بودند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت ماه ایون حکم این گروه بازداشت شده ها را صادر کرد. اکثر آنها به افراطگرایی، تأسیس سازمان افراطگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانسته از 5 تا 5.5 سال زندان محکوم شدند. ولی این 4 نفر تنها برای پنهان کردن جنایت به 8 ماه حبس محکوم شده بودند. آن وقت خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهام را قبول ندارند و میگویند افراطگران نیستند. بخشی تاجیکی شبکه‌های اجتماعی پر از شکایت کاربران از شرکت جورا تاکسی شده است که به گفته آنها نرخ راهگیرا را در دوشنبه 1 برابر بیشتر از تاکسی‌های دیگر می‌ستاند. چند ماه پیش شرکت‌های زیادی تاکسی از بازار بیرون شدند و حکومت دوشنبه تنها به 4 شرکت اجازه کار در دوشنبه داد. همکارم علیشیر ظریفی و براد یوسفی این موضوع را پیگیری کردند. در بیشتر از 2 هفته اخیر که شکایت‌ها از گرانی نرخ تاکسی‌هایی که با نام جورا معروف شدند زیاد صدا می‌دهد. بعضی ساکنان می‌گویند بدون آگاهی پیشکی یا کدام اعلان نرخنامه جورا بالا رفته برایشان معلوم نیست چرا چنین شده است. کمی سینتیا و یک کارم تو خانه را وای کردم اول 12 سال می‌بود 20 مشته. اصلا جورا ضمیمه است که در نظر است مرحله به مرحله در همه تاکسی‌های دوشنبه راه‌اندازی گردد. حالا بخشی از تاکسی‌ها آن را دارند. نرخنامه تاکسی‌های دیگر در 2.5 کیلومتر اول 10 سومانی و بعداً هر کیلومتر 3 سومانی پیش بینی شده است. اما ارزش خدمترسانی در تاکسی‌هایی که ضمیمه جورا دارند از 12 تا 45 سومانی گفته شده است. هرچند در برخی از چنین اعلان‌ها از 10 سومانی بالا ثبت شده است. راننده تاکسی که ضمیمه جورا را دارد میگوید ارزش کارش مثل دیگر تاکسی هاست. راست گپ ما همین چند قشید کار کردستم همین تمام هر خیلی یک گریان میکنم اولوچه تاکسی را قطعی همین جورا تاکسی هر
گردش یک خیلی میره خیلی زیاد پس شول ندیدم راستی. مسئولان جوره به تماس‌های به تکرار ما پاسخ ندادند. درباره بالا رفتن راهگیرای تاکسی‌ها با زمینه جوره در شبکه‌های اجتماعی نیز بحث و نگرانی‌ها به نظر می‌رسد. خبرنگار اسمت الله عبداللهیف از آنهایی است که در شبکه فیسبوک از گرانی نرخ تاکسی‌های معروف با نام جوره نوشت. بعد از همین نوشتن ما در فیسبوک یک منیجر شرکت زنگ زد، یک نفر زنگ زد خودش رو منیجر شرکت معرفی کرد. بعد گفت که مشکل در برنامه شما بوده است. در این برنامه حالا گفتن که در اون حالت سنجشی هستن، تست رژیم، و اونا گفتن که این مشکلات در اول بود، یعنی که در همون وقتی در پروبکا ایستادن در اجدن یا در اینو پول زیادتی میگیرید، یعنی حساب میکرد همون 60 ثانیه نشده. اکنون گفتن که این مشکلات حل شدگی است، نرخنامه به همون نرخ پیشینه حساب کرده می شود، نرخنامه راهگیری. معلوم نیست مسئله گرانی تاکسی های جوره تا کجا حل خود را می‌یابند، زیرا حالا این ضمیمه سنجشی بوده نهایی نشده است. مشکل نرخ تاکسی فرمایش و انتظاری بیشتر کشیدن در گذشته بارها بحث‌های را به میان گذاشته است. رهبران اداره‌های دولتی تاجیکستان در نشست‌های رسمی از ذهن سنی یا رشد تکنولوژی‌های معاصر صحبت می‌کنند، ولی در تاکسی‌های دوشنبه تا حال مثل کشورهای خارجه زمینه‌های مخصوصی فرمایش تاکسی که می‌تواند به بیشتر بحث‌ها خاتمه گذارد راه‌اندازی نشده است. در برابر شکایت مسافران برخی رانندگان هم از مشکل شدن کارشان بارها شکایت کردند. چنین نگرانی‌ها بعد آن صورت گرفت که حکومت دوشنبه تنها به 4 شرکت مسافرکشی کواتا یا اجازه تاکسیرانی در حدود پایتخت را داده، شماره تاکسی‌ها را از 4 به 12,000 بالا برد. برنامه را با گزارشی از روسیه ادامه می‌دهیم. پرزیدنت ولادیمیر پوتین به بررسی دوم دولتی طرح خارج شدن روسیه از اعلامیه اروپا به پیشگیری از شکنجه را فرستاد. بعد خارج شدن روسیه از این سند دیگر این کشور وظیفه‌دار نمی شود که ناظران بین المللی را به محبس‌ها راه دهد و شکایت محبوسان زندان‌های روسیه دیگر در کمیته اروپا به پیشگیری از شکنجه بررسی نخواهد شد. رادیو آزادی در گذشته گزارش‌های زیادی داده است که بر اساس همین اعلامیه چندین مهاجر تاجیک هم توانستند در دادگاه اروپا از حقوق خود دفاع کرده به آزادی برآیند. در زندان‌های روسیه در آغاز سال جاری بیش از 300,000 نفر نگهداری می‌شد. در یک صحبت پیش از برنامه از اولگا رومانووا، مؤسس سازمان روسیه زندانی، پرسیدیم این تصمیم پوتین چه پیامدها داشته می‌تواند؟ مشکل این است که در روسیه شکنجه قانونی کرده شده است. سال 2018 وقتی یک ماجرای کلانی وابسته به شکنجه سر زد، در روسیه قانون پیشگیری از شکنجه را قبول کردند که آن در اصل شکنجه را اجازه می‌دهد. چگونه؟ در این قانون نوشته شده است که اگر محبوس به فرمان کارمند مؤسسه اصلاحی اطاعت نکرد، اجازه هست که نسبت او از زور و هم وسیله‌های فنی مثل الکتروشوکر استفاده شود. نافرمانی به دستور چی معنا دارد؟ آن معناهای گوناگون داشته میتواند. بسیار وقت این گونه حالتها زمان روی میدهند که محبوس نمیخواهد علیه خود و یا همخانه‌اش بیانات دهد، اجرای عملهای پایمال کننده شرف انسانی را زیر نوار دوربین رد کند، مثلا لباس تگش را کشیده شرمگاهش را نشان دهد. این حالتها را نافرمانی مینامند. این یک. دوم این که بعد هجوم وسیع مقیاس روسیه به خاک اوکراین، همه زندان‌ها دستوری رسمی گرفتند که اوکراینی‌ها را شکنجه کنند. دستوری رسمی گرفتند. سوال دیگری ما از اولگا رومانووا این بود که تا کجا شکنجه در محبس‌های روسیه پهن شده بوده، کدام گروه محبوسان از همه ضعیف‌تر است؟ حالا زندانی‌های روسیه‌گی را تقریباً شکنجه نمی‌کنند، چون که آنها مواد مورد استفاده در جنگ دانسته می‌شوند. این مواد را خراب کردن ممکن نیست. از این رو زندانی‌های سیاسی را شکنجه می‌کنند. مهلت حبسی آنها را دراز می‌کنند، چون که محبوسان سیاسی به جنگ نمی‌روند. اوکراینی‌ها را شکنجه می‌کنند چون که دستور است. مهاجران را هم شکنجه می‌کنند، چون که آنها در اکثر حالت‌ها از رفتن به جنگ خودداری می‌کنند. وضع مهاجران
از آسیای مرکزی در زندان بدترین است، چون که یک دلیلش مبارزه ضد به اصطلاح تندگرایی اسلامی است و هیچ کس تحلیل نمی کند که افراطگرایی چیست، برای چی اجازه هست و برای چی نیست. هنوز نوالنی نوشته بود که به مسلمانان در زندانهای روسیه پیدا و رسانیدن قرآن اصلا امکان ندارد. ما درباره حادثه های فراوان شکنجه و لطوکوب برای نمازخوانی خبر داریم. نمازخوانی را منع کردند، هم لطوکوب میکنند و هم میکشند. حالا هر مسلمانی که به زندان روسیه وارد می شود حتما مورد شکنجه قرار می گیرد. اجرای مناسک دینی باعث ایجاد مشکلات خیلی کلان می شود. در صورت خردترین شبهه او را می توانند یک افراطی برآورند. تشکر اولگا رومانووا، رئیس سازمان روسیه زندانی که از وضع محبوسان در روسیه پیگیری میکند. شکل پوره مصاحبه او به زودی در سامانه رادیو زودی نشر می شود. در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها بلاگر با شرط‌های گوناگون بازی لاتاری برگزار می‌کنند. آنها به شرکت‌داران وعده می‌دهند که با خریدن بلیت بازی امکانی برد کردن خانه و ماشین و دیگر تحفه‌های گرانبها را دارند، ولی اکثراً شکایت می‌کنند که این بازی‌ها فریبند و آنها هیچ چیزی نمی‌برند یا حتی رسما آنها غالب هم اعلان شوند در نهایت چیزی نمی‌گیرند. یکی از همین قصه‌ها در قزاقستان است که آن را با صدای کیومرثی عطا بشنوید. این عائله بلاگران معروف نوار نشر کرده وعده دادند که به افراد آبونه شده 10 ماشین کاملا نو و یک ماشین استفاده شده تقدیم می‌کنند. در روز اولین نشر نوار آنها را 15 میلیون نفر تماشا کرد و آن در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کسی دست خالی نمی‌ماند. ما برای شما اتومبیل آماده کردیم. 10 کسی خوشبخت صاحب این ماشین ها می‌شوند. روز نشر این نوار معلوم شد که برای شرکت در این بخت آزمایی یا لاتاری هر کس باید معادل $60 پردازد. این مبلغ به عقیده بلاگرها اربولاد و المیرا جنابیلوف ها برای یک کورس تعلیمی تجارت خرج می شود. بعد از سپردن این مبلغ فرد حق شرکت در طول سنجی را پیدا می کرده است. آیا در قزاقستان برای تشویق کورس تعلیم تجارت تشکیل لاتاری ضرور است؟ آیا آنها از این اقدام انداز می سپارند؟ آیا شرکت کنندگان لاتاری چیزی خواهند برد؟ نوشته‌اند که پول تعلیم برگردانیده نمی شود. آیا از روی قانون چنین حق دارند؟ برای مثال اگر 1 میلیون نفر از آنها چنین کورس تجارت بخرد، آنها حداقل 30 میلیارد تنگه درآمد می گیرند. در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کاربران مشورت دادند که مردم فریفته وعده نشده به کورس تجارت که شاید هیچ فایدهشان ندارد شامل نشوند. کاربران با چنین سوالها به بلاگران نیز مراجعت کردند، ولی در پاسخ آنها نوار بیشتر ترغیباتی نشر نموده دستورهای علاوگی ثبت نام در لاتاری و صحبت‌ها با برندگان جایزه ها را پهن کردند. سلام، تبریک تبریک. شما میلیون بریدید. فکر نمی کردم که وارد می شوم و جایزه می گیرم. این طول سنجی یا لاتاری از نظر حکومت قزاقستان دور نماند. وزارت سیاحت و ورزش قزاقستان خاطر نشان کرد که در این کشور تنها نهادهای حق گذراندن لاتاری دارند که از دولت پروانه کار گرفتند. وزارت از ساکنان قزاقستان خواهش کرده است که از شرکت در هر گونه قرعه کشی ها و لاتاری های شبهه برانگیز خودداری کنند. فعلا شهروند جنابیلوف به وزارت دعوت شده است تا این اقدامش را شرح دهد. بر اساس آن قرار درباره بازنمودن پرونده مأموری گرفته می شود. در حالت خودداری نام برده از شرح این اقدام، پرونده خلافکاری مأموری افتتاح یافته به حضور گمانبر تحقیق خواهد شد. این هشدار وزارت سیاحت و ورزش به عائله بلاگران تأثیر نگذاشت. آنها ترغیب کورس و لاتاری ماشین‌ها را ادامه داده وعده می‌دهند که اشتراکچیان کورس تجارت در بخت آزمایی شرکت کرده 10 نفر آنها صاحب ماشین‌های کاملا نو خواهند شد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.
طالبان خبر دادند که جعفر سعیدی سفیر تاجیکستان در افغانستان به کنر سفر کرده با والی حکومت طالبان ملاقات کرده است. تلویزیون افغانستان اینترنشنال نوشت که سفیر روز 14 سپتامبر کمک تاجیکستان با آسیب دیدگان زمین لرزه را رسانده است. به نوشته این رسانه جعفر سعیدی از نام پرزیدنت تاجیکستان پیام تسلیت رسانده گفته است که کشورش با آسیب دیدگان زمین لرزه کمک بیشتر خواهد رساند. زلزله 6 درجه روز 31 آگوست در ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله کنر، ننگرهار و لغمان نزدیک به 2000 نفر را کشته و هزاران نفر را مجروح و بیخانه کرد. به همین برنامه اخباری آزادی به پایان رسید، ولی هر خبر نوی که پیدا شد در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس نشر می شوند. خبرهای بیشتر را نیز شما اگر شاهد شدید می توانید به ما فرستید، ما پیگیری می کنیم و آنها را حتما نشر خواهیم کرد. با رادیو آزادی بمانید. خدا نگهدار.